آیا فکر میکنی که در بین این همه آدم معروف و معتبر در مجله تایم چه کسان دیگری مطرح شده اند؟ چه کسانی؟ نویسنده؟ شهرت؟ آن متخلص به؟ آن اهل کشور؟ آن خانم یا آقای آدم لمبرت، خواننده پاپ، شهرت همجنس بازی، علاقه‌مند به همجنس بازی، بزرگترین افتخار همجنس بازی. کولان برین، کمدین، مشهور به دلغک CBS، متخلص، مرد خنده. یوکانین، رقاص، اسکیباز، شهرت رقاص، متخصص انواع رقص، با اسکیت، بی اسکیت. شاین تندلکار، کریکت باز، شهرت فوکسن خوبیه، بزرگترین افتخار ورزشکار. استفانی جیان آنجلینا ژرمانوتا، خواننده پاپ، متخلص به لیدی گاگا، شهرت خواننده اوریان، بزرگترین افتخار تیپ‌های عجیب و غریب با لباس‌های اوریان و موهای عجیب و غریب. خب فکر می‌کنید که در بین این افراد چه کسان دیگری ممکنه باشن؟ کمکتون کنم؟ باشه. فرزند آذربایجان، داماد لرستان، مهندس، معمار، دکترای علوم سیاسی. روشنفکرترین زن ایران، فرزند لرستان، متخصص در انواع مد و آرایش زنان در سنین بالا. بله درست حد زدین. خانم حسین آقای میر حسین موسوی و آقای زهره خانم زهرا رهنورد.